نشست مشترک مطبوعاتی یک قطار نهادهای مربوط به ساحه اینفراساختار و خدمترسانی اهالی برگزار گردید. در آن نمایندگان کارخانه دولتی راه آهن تاجیکستان در ولایت سوخت، فیلیال جمعیت سهامی گشاده تاجیک تلکام در ولایت سوخت، ریاست خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات، نمایندگی کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی در ولایت و ریاست مؤسسه دولتی نقلیات اتومبیلی و خدمترسانی لوجستیکی اشتراک نموده اوید به نتیجه های فعالیت خود در نیم ساله اولی سال 2026 حسابات دادند. از جانب مسئولین اطلاع داده شد که در ولایت سوخت در نیم ساله اولی سال روان 1083.4 کیلومتر راه تعمیر کرده شده است. برای اجرای این کارهای تعمیری از همه سرچشمه‌های مبلغ گذاری 141 میلیون و 36,900 سومانی روانه گردیده است. همچنین ذکر گردید که در ماه‌های ینور ایونی سال 2026 برای فعالیت در بازار خدمترسانی نقلیات به صاحبکاران انفرادی 171 عدد اجازتنامه داده شده است. نمایندگان فیلیال جمعیت سهامی گشاده تاجیک تلکام در ولایت سوخت اطلاع دادند که شماره نقطه‌های رادیو در ولایت به 2501 عدد رسیده، در جای‌های جمعیتی 701 بلندگویک نصب شده است. نمایندگی کارخانه واحد دولتی خواجگی و منزلی و کمونالی در ولایت سوخت اوید به تامین اهالی با آب نوشاکی، گرمی و تازگی محله‌ها گزارش پیشنهاد نمود. ذکر گردید که در 6 ماه سال 2026 از جانب کارخانه‌های زیرتابع کارخانه واحد دولتی خواجگی و منزلی و کمونالی به استفاده برندگان به مبلغ 49.5 میلیون سومانی خدمت رسانی‌های گوناگون کمونالی پیشنهاد شده است. ریاست مؤسسه دولتی نقلیات اتومبیلی و خدمت رسانی لوجستیکی تاکید نمود که برای رشد دالان‌های نقلیاتی و زیاد نمودن حجم ترانزیتی بین المللی یک قطار سازشنامه‌ها به امضا رسیدند. همزمان مسائل تنظیمی فعالیت ترمینال‌ها، جاری نمودن نظام الکترونی به قیدگیری بار و مبارزه با بارکشانی غیرقانونی موردی توجه مخصوص قرار گرفتند. در قسمت سوال جواب روزنامه‌نگاران بیشتر به مسائل صفت اینترنت در دهات، شفافیت جمع‌آوری مبلغ خدمت‌رسانی‌های کمونالی، نارسایی اتوبوس‌های معاصر در خط سیرهای شهری و صفت تعمیری راه‌ها توجه ظاهر نمودند. مثلا محیدی لازاده، غالب عبدالغفارов، حبیب ابراهیم زاده، اخبار.